قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. العمل بالعلم. الموضوع در بیان عمل کردن با علم است و یکی از موضوع مهمی است برای یک طالب العلم که عمل کردن با علم. در حقیقت عمل کردن با علم از ثمره های علم است و یکی از مقصودهای علم و هدفهای آموختن علم شرعی این عمل کردن است و چگونه که شاطبی رحمه الله می‌فرماید که مقصود و هدف از علم آموختن این عمل کردن است. هدف و مقصود از آموختن علم این عمل کردن است. علم این وسیله برای عمل کردن است و اما هدف و مقصود این عمل کردن با علم است. هدف و مقصود این عمل کردن با علم است. در حقیقت شاطبی رحمه الله یک سخن خیلی عظیم و بزرگی را بیان میکند و طالب العلم را متوجه میکند به یک امر مهم که او همین است که علم این هدف و مقصود نیست، بلکه هدف و مقصود این عمل کردن است. هدف و مقصود این نیست که حفظ بکنی و کثرت حفظ داشته باشی و کثرت معلومات و انفارماسیا داشته باشی. هدف این نیست، بلکه هدف عمل کردن است. و الا اگر آموختی، تعلیم گرفتید، زیاد حفظ کردید، زیاد حدیث از یاد کردید، زیاد آیت قرآن از یاد کردید و اما عمل نکردید، این کثرت محفوظه ها، این کثرت حفظ شده ها هیچ نفع و فایده برات نخواهد داد، چون هدف و مقصد این عمل کردن است. از این خاطر بسیار انسان ها ببینید که میخوانند یا که حفظ میکنند یا که از یاد میکنند به خاطر دیگران، به خاطر تعریف، به خاطر اینکه دیگران اون عالم بگن، به خاطر که دیگران این شخص را یک جایگاه، یک عنوانی براش بدهند. از این خاطر ببینید که علم را طلب میکند، نیتش فاسد است و یا اینکه نیتش به خاطر همین چیزها است، در حالی که عالم به کثرت روایت نیست. که الله علم از عبدالله بن مسعود از روایت که عالم به کثرت روایت نمیشه، بلکه عالم کسی است که عمل میکنه. الله میفرماید که انما یخشى الله من عباده العلماء. علم خشیت است. هر وقتی که علمت زیاد شده و به او عمل کردی، پس بدون که تو علم نافع را آموخته شده ای. هر وقتی که چون این ثمره علم این خشیت و ترس از الله عزوجل است. از این خاطر است که الله فرمود که انما یخشى الله من عباده العلماء. بله، ترس واقعی و حقی، خشیت واقعی و حقی را این از الله دارن این علما هستند. العمل ثمرة العلم والعلوم ما وضعت إلا لتهدي إلى العمل الصالح وليس العلم أن تعرف المجهول فقط ولكن أن تستفيد من معرفته. يعني العمل ثمرة العلم. عمل ثمره علم است. عمل این ثمره علم است، نتیجه علم است. والعلوم ما وضعت إلا لتهدي إلى العمل الصالح. و علمها میگه گذاشته شده هستند یا که علمها گذاشته نشدن مگر به خاطر اینکه تو راهنمایی بشوی بر عمل صالح. یعنی علم به خاطر این است که تو راه عمل صالح را تو پیدا بکنی، راه عمل صالح را بیای و راهنمایی بشوی. وليس العلم ان تعرف المجهول فقط. علم این نیست که فقط تنها چیزی مجهول را فقط تنها بشناسی. یا علم نمیگه. اگر علم باشد امروز کفار، دشمنان اسلام چقدر معلومات ها دارن، چیزی مجهول هم میدونن، معلومات دارد، اینفورماسیا دارد. آیا عالم است؟ اون عالمی که الله تعریف کرده است، عالمی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفته است و فضیلت دادگی هستند، آیا همون است؟ نه، اون نیست. مثلا چقدر یک نفر است که اینقدر رسول الله صلی الله علیه و سلم میشناسد، سال تولد، وفات، چیکار کردگی است؟
اما در عمل پیامبر نمیشناسد و پیامبر برای خودش الگو و نمونه نگرفته است. تمام بدعات و خرافاتی که بیاد رو انجام میدهد. مولود پیامبر را جشن میگیرد به گمان چی؟ به گمان اینکه محبت پیامبر دارد. خب امروز کفارم مولود عیسی را میگیرن. پس علم این نمیگن که تو مجهول بشناسی، ولكن ان تستفید من معرفتی، ولكن استفاده میکنی از همین معرفت و از همین علم و از همین شناخت، تو استفاده میکنی به خاطر راه یافتن برای انجام دادن عمل صالح. به خاطر همین است. دوما العمل بالعلم يزيد في العلم، عمل کردن با علم را زیاد میکند. وعلى هذا الاصل العظیم درج العلماء الربانیون، از به خاطر همین اصل عظیم و بزرگ درجه شان بالا رفتک، درجه شان علمای ربانی درجه شان بالا رفتک به خاطر همین اصلی عظیم و بزرگ که او همین است که عمل با علم را زیاد میکند. قال بعض السلف كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل. بعض از سلف صالح رحمه الله میفرمایند که ما کمک میگرفتیم به حفظ حدیث با عمل کردن به همون حدیث. این سخن خیلی عظیم و بزرگ است. یعنی اگر میخواهی که علمت هم حفظ بشود و اگر میخواهی که علمت زیاد بشود پس عمل بکن. مثال میخواهی که دعای را یاد بگیری که اون دعا فراموش نشود و او حدیث فراموش نشود، به همین عمل بکن. مثال سید الاستغفار، مثلا دعای سید الاستغفار تو اینا میگیری از یک کتاب، از یک نسخه را حفظ میکنی. اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. الى حفظ میکنی و الى حفظ میکنی و به عمل میکنی، چون از دعاهای صبح و شام است. به چگونه عمل میکنی؟ الى میخونی. الى میخونی. پس همین هم علم تو را زیاد میکند و هم فراموش نمیشه. اگر بخوای که علمت محفوظ بماند پس به او عمل بکن. دعایی که از خانه بیرون میشوی، دعایی که داخل خانه میشوی و او را میخوانی، دعایی که وارد سواری میشوی او را میخوانی، و دعایی که مثلا وارد مسجد میشوی، خارج از مسجد میشوی، و دعایی که هنگام وقت خواب رفتن، همین ها را هر وقتی که خواندی پس بدون که تو به علمت عمل کردی. هر وقتی که اینها را خواندی پس تو به علمت عمل کردی. همین ادعیه را، همین دعا را هر وقتی که خواندی پس تو به علمت عمل کردی. وقتی که به علمت عمل میکنی پس بدون که این فراموش نمیشود. و قال شیخ الاسلام رحمه الله من عمل بما علم اورثه الله علما ما لم يعلم. شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله فرمود که هر کسی که عمل کرد با آنچه که دانست، الله عزوجل برای او علم را به میراث میدهد. الله عزوجل برای او علم را میدهد که لم يعلم، او علم را نمیدونست. در حقیقت هر کسی که عمل بکند با آنچه که میدوند، الله عزوجل به او علم میدهد که اون علم را او را آموختگی نیست، این از جانب الله عزوجل است. الله برای او میدهد، چون که الله عزوجل میفرماید که فاتقوا الله و يعلمكم الله. از الله عزوجل بترسید، از الله عزوجل بترسید، تقوا بکنید، الله عزوجل برای شما علم میدهد. همچنین الله عزوجل میفرماید که والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. اون کسانی که هدایت شدن الله عزوجل هدایت اونها را زیادی کرد، اضافی کرد. و آتاهم تقواهم، الله عزوجل میگه اونها را الله تقوا داد. و همچنین الله میفرماید که ولو انهم فعلوا ما يعاظون به لكان خيرا لهم واشد تثبیتا. و اگر ولو انهم فعلوا ما يعاظون به، اگر همینها انجام میدن آنچه که موعظه کرده میشیدن، پند داده میشیدن، اگر اینها او را انجام میدادن، ببین فعلوا گفته است، نه اینکه فقط علموا، بلکه فعلوا ما يعاظون به لكان خيرا لهم. اگر که اینها انجام میدادن آنچه را که نصیحت داده میشد و پند داده میشدن به او، به همون عمل میکردن، لكان خيرا لهم، حتما برای اینها خیر بود. و اشد تثبیتا، و اشد تثبیتا، این همچنین از لحاظ ثابت قدمی و از لحاظ ثابت بودن همین محکم میبودن. اگر که به همین هر آنچه که اینها موعظه داده میشدن، پند داده میشدن، به همین عمل میکردن. و سلام ذم الله عز وجل بني اسرائیل على عدم انتفاعهم بالعلم. الله عز وجل مذمت کرده از بنی اسرائیل به خاطر
نفع نگرفتنشان با علم، چون که الله عزوجل میفرماید و آتیناهم بینات من الامر و آتیناهم بینات من الامر. الله میفرماید که ما برای اونها دادیم بینات چیزهای واضح آشکار از امر را. فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. پس اینها اختلاف نکردن مگر بعد از اینکه آمد نزد اینها علم. از روی چی؟ از روی حسد بین یکدیگرشان. پس ببین که اینها نزدشان علم آمد و با علم از علم نفع نگرفتن. الله عزوجل امی بنی اسرائیل را مذمت کرد. بنی اسرائیل مذمت کرد به خاطر چی؟ به خاطر که علم آمد و اما از روی علم استفاده نکردن، نفع نگرفتن. و همچنین الله عزوجل نصارا را الله عزوجل مذمت کرد و اونها را وصف کرد به ضلالت و گمراهی. و ذم النصارى وصفهم بالضلاله لجهلهم وعبادتهم ربهم بغیر علم. لجهلهم وعبادتهم ربهم بغیر علم. به خاطر جهلشون، به خاطر عبادت کردنشون پروردگار را بدون علم. نصارا الله را عبادت کردن بدون علم. الله اونها را مذمت کرد و الله عزوجل اونها را وصف کرد به ضلالت و گمراهی. چگونه که هر وقتی که شما سوره فاتحه را میخونید الله عزوجل سه گروه ذکر میکرد. یکی گروه انعمت علیهم، کسانی هستند که من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین هستند. الله از اونها راضی شده، به اونها انعام کرده. دیم گروه مغضوب علیهم، این یهودی ها هستند، برای اینها غضب شده. و هر کسی که به خاطر علم داشتن و عمل نکردن، و هر کسی که علم داشته باشد و عمل نکند در همین گروه مغضوب علیهم داخل است. همین کسانی که الله بر اونها غضب کرده است. سوم گروه که سوره فاتحه میخونیم ولا الضالین. ولا الضالین چه کسانی هستند؟ ولا الضالین کسانی هستند که اینها علم نداشتن و اما عمل کردن، یعنی به علم وارد عمل شدن. شما میدونید که به علم وارد عمل شدن این عاقبتش از گمراهی است. پس هر کسی که همین مسلکی امین نصارا را انتخاب کرده است، هر کسی که امین مسلکی و راه امین نصارا را انتخاب کرده است، اون مسلک همین بده که یعنی عمل کرده به علم. پس امین نفر از همین گروهی ولا الضالین داخل است، گروهی گمراهان که ما از الله از همین دو گروه نام میخواییم. هر وقت که سوره فاتحه میخونیم ما را از جمله کسانی که غضب شدن و از جمله کسانی که گمراه شدن که الله ما را از اون کسان قرار نده. زیرا عمل کردن یا که وارد هر عمل شدن بدون علم این عاقبتش فساد است. وارد عمل شدن در هر بابی که باشد بدون علم عاقبتش فساد است. چون که از عمر بن عبدالعزیز روایت است از که میفرماد که هر کسی که میگه عمل کرد بدون علم فسادش از اصلاحش زیادتر و بیشتر است. هر کسی که وارد عمل شده و عمل کرد بدون علم فسادش از اصلاحش بیشتر است. در هر بابی که باشد، به طور مثال حتی در مسئله تجارت باشد، در مسئله ساختمانی باشد، اگر علمش نداشته باشی از اینکه آبادی بکنی، از اینکه اصلاحات بیاوری، فساد بیشتر بکنی. از این خاطر برای همه کار علم لازم است. بسیار کارها را ما شما میخوایم فلان کار باید کردن در کار، فلان دعوت کردن در کار است، فلان کار باید که بکنیم. بسیار کارهای بزرگ که ما شما بعضی وقتا انتخاب بکنید و میخوایم این کارها بشوند، در حالی که همین کارها همشون بدون علم هیچ یک از اینها انجام گرفته نمیشه. در حالی که این عملهای بزرگی بعضی وقتا ما شما انتخاب میکنیم و میخوایم همین کارها را بکنیم، در حالی که این کاری است که یک انسان باید که علم او را داشته باشد. در هر ساحه، در هر جهتی که میخوای او را که انجام بدهی، بدون اگر علمی او را نداشته باشی پس بدون که تو اهلش نیستی. وقتی که اهلش نباشی پس بدون که عاقبت همین کارت فساد است. زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند از نشانه های و علامت های قیامت همین است که همین امورات به صاحبان خودش داده نمیشود و یکی از علامت های قیامت است. بله، امورها به صاحب خودش داده نمیشه. شخص اهلش نیست اما مسئولیت همون وظیفه را دارد. اهلش نیست در سر فتوا نشستگی است، اهلش نیست در سر تدریس نشستگی است، اهلش نیست یک کاری کرده ایستاده است که سبحان الله اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کار یک نفر کار کرده ایستاده است و خودش باز
عجیبیش همین است که خودش مقر است، اقرار میکرد که من جاهل هستم و هم با این کار کرده رفته شده است. انا همین مشکلات امروز جوانهای امت اسلامی را که آمدگی هست که کار را میکنن که در حالی که اهلش نیستن. و باز بسیار جای تعجبش در این است که باز همون کاری که مربوط دینی است همون را هر کس که میخواهد انجامش میدهد، ولو اینکه اقرار میکرد که از اهلش نیست باز همون را انجام میدهد. این در بخش های دنیوی غالبا و اکثرا این امورها رعایت میشود و کار را نمیکرد مگر اینکه او را بداند که از اهلش باشد که استاد همون کار باشد. ولیکن در امور دینی چون که الان حکومت اسلامی که واقعا در از این دین از تمام جهات حفاظت بکند و نگذارد که هر کس در رابطه با دین صحبت بکند، از بس که نیست از این خاطر میبینی که حتی شخص منطقی را فتوا میدهد. ببینی که اینه که مسئولیت استاد، اما در بابت دین میبینی که اینقدر گپ میزند که میگفته باشه که عبدالله بن مسعود است یا اینکه عبدالله بن عباس است. پس انسان ها عجیب هستند. در معرکه میشینید در همون جا اگر یک طالب علم باشه یا که اهل علم باشه، خیلی اهل علم نباشه هیچ چیز نباشه، این قدر گپ میزند که حتی از همون کورپاچش هم بالا گپ میزند، از اون کورپاچه کشتگی است از اون بالاتر گپ میزند. ترس از الله عز و جل، از این که از این حرفایی که میگوی پیش الله جواب میدهی. یک بار خیلی بگو لا اعرفو، یک بار بگو لا اعلم، یک بار بگو لا ادری، نه تماما تن نمیدهد. چیزی که از چه موضوعی که از اصول بگوی فروع بگوی ماشاءالله یکم درجه است گپ میزند و فکر میکرد که پیش الله عز و جل جواب نمیدهد و فکر میکرد که این دین بدون دروازه است و فکر میکرد که نه من هم تر گپ زدن گرفتم هیچ مشکلی نیست. و حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله انسان عارف میگه که سبب ناراضگی الله عز و جل میشه که 70 سال در جهنم میماند. درس گذشته هم خوندیم به خاطر حفاظت زبان و این زبان انسان سبب میشه که تمام جوارح انسان به سبب همین دو پارچه گوشت که زبان که قلب محرک هستند و در حال حرکت هستند. از این خاطر انسان باید که حفاظت بکند. و زمان اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله نگاه بکنیم، انسان‌های حرف نمی‌زدن مگر اینکه کسانی که از اهلش، حتی نزد بعضی اصحابا وقتی که یک امر، یک سوال، یک مسئله برده میشید میگفت که روایت از عبدالله بن مسعود بپرسید یا که روایت از عبدالله بن عباس بپرسید، عبدالله بن عمرو بپرسید. یعنی که یک چند تا صحابه بودن که مشهور بودن به اهل فتوا و جواب دادن سوالات مردم، در حالی که اون سوالا رو دیگه صحابه میفهمیدن، میدونستن. هیچ نباشه حسدن بهتر بده، 100% اصلا بهتر بده علمیت شد. لیکن میبینی که در فتوا دادن و جواب دادن میبینی که یک تعداد خاصی از صحابه بودن که این کارا میکرد. این به خاطر چی بود؟ به خاطر خشیت و ترس از الله عز و جل حفاظت میکرد. ولی چهارم، من لم یعمل بما علم حرم لذت العلم والخشیه. هر کسی که اگر عمل نکرد به اون چیزی که دانست، به اون چیزی که آموخت، از لذت علم و خشیت محروم میشه. لذت علم دیگر نمیفهم، چون علم در حقیقت لذت دارد و انسان وقتی که لذت علم نفهمد و خشیت علم وقتی که محروم بشود دیگه گویا که از تمام چیز این محروم شده است. و یوشک ان یسلبه الله ما علم، و این خیلی خطری خیلی عظیم و بزرگ است و نزدیک است این که الله عز و جل آنچه که امی آموختگی است الله از او سلبش بکند، الله از او بگیرد. فیکون فی عداد الجاهلین، بعد چی میشود؟ بعدا در امو زمره امو جاهلین، در زمره امو جاهلین این نفر قرار میگیرد و از زمره امو جاهلین میشود. عاقبت چی؟ عاقبت کسی که دانست و عمل نکرد، یک لذت علم و خشیت از او محروم میشود و دیگر این نزدیک است که الله همون باقی مانده علمی که است الله او از او بگیردش و از جمله جاهلین قرار بگیرد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه. بله هر کسی که اگر اعراض بکنه از اتباع حق، اما حقی که او را میدوند، همچون اتباع و پیروی کردن بر هوا و خواهشاتش، از او حقی که او میدوند از او اعراض بکند، فإن ذلك يورثه الجهل والضلال. عاقبتش برای این نفر جهل و ضلالت برای او به ایرث داده می شود. عاقبتش جهل و ضلالت و گمراهی است. حتی یعمی قلبه عن الحق الواضح، تا جایی که حتی قلبش از یک حقی که واضح است، آشکار، قلبش
کور میشود دیگه نمیبیند. کما قال تعالی فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، چون که الله عزوجل فرمودن فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، زمانی که اونها کج شدن الله عزوجل قلب‌های اونها را کج کرد. چرا الله عزوجل شخص را که علم دارد و او را گمراه میکند؟ به خاطری که اولا از او شروع میشود. اون نفر وقتی که ترک میکند، این نفر وقتی که خودش از جاده حق و دین وقتی کج میشود میرود، الله عزوجل قلب این نفر هم کج میکند. بله این همین بنی اسرائیل زمانی که اینها کج شدن از امر الله عزوجل و از پیروی پیامبرشان، بله فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، الله عزوجل قلب‌های اونها را کج کرد. ولیکن اول اونها کج شدن، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، وقتی اونها کج شدن الله عزوجل قلب‌های اونها را کج کرد. والله لا يهدي القوم الفاسقين، الله عزوجل قوم فاسق را هدایت نمی‌کند. از این خاطر الله عزوجل این مدحی که الله عزوجل کرده است برای اهل علم و برای علما، نگاه میکنیم در کلامش و در حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، همه اینها به خاطر همون هستند که بین علم عمل میکنند. بین علم عمل میکنند. برابر نیست اون کسی که میدوند و اون کسی که نمیدوند. الله عزوجل اهل علم را و اون کسانی که میدونن و اون کسانی که نمیدونن اینها را با هم برابر قرار نداده. ایرا درک میکند و ایرا پند میگیرد اون کسانی که صاحب خیرت هستند، صاحب مغز هستند، همونها ایرا درک میکنند. و همچنین الله عزوجل فرمود والذین اوتوا العلم درجات، الله عزوجل صاحبان علم را درجات دادگی است. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، الله عزوجل درجات او کسانی که صاحب علم هستند الله عزوجل به اونها علم داده است، درجات اینها را الله بالا کرده است. پس الله عزوجل درجات اهل علم را بالا کرده است. اما وقتی که نگاه کنیم در نصوص شریعت و کلام الله عزوجل باز همین اهل علمی که به علمشون عمل نمیکنن از هیچ کس دیده اونها را سخت‌ترین الفاظ و همچنین اونها را صفات خیلی سخت دادن، هیچ احدی را دادگی نیست مگر همون کسانی را که علم داشتن و عمل نکردن. بله وقتی که الله عزوجل امین اهل علم را درجات داده، وقتی که قدر اینا ندانستند و به این عمل نکردن، الله عزوجل باز صفات‌های خیلی خطرناک و صفات‌های خیلی سخت باز برای کسانی که میدونستن و عمل کردن برایشان دادگی است. الله عزوجل میفرماید که مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال کسانی که امید تورات حمل کردن ولیکن با این دستورات تورات عمل نکردن، كمثل الحمار يحمل اسفارا، بمانند همون حمار، بمانند همون خرانی هستن که يحمل اسفارا، اونها هم کتاب‌های بزرگ را حمل میکنن اما نمیدونن که در پشت ما چی هست و چه کتابی است. بمانند همونها هست، بمانند حمار. الله عزوجل تشبیه کرده شده است امی کسی که الله ایرا اینقدر وصف کرد، الله ایرا اینقدر تعریف کرده، وقتی که به علمش عمل نکرده الله عزوجل امی شخص را وصف کرده شده است به حمار، به خر. این مانند میگم همون کسی است که کتاب‌های بزرگی را برای خودش حمل کرده است، مانند همون حمار، مانند همون خری، اما نمیفهمد که این کتاب‌ها چیست. جای دیگه الله عزوجل میفرماید که مثلهم كمثل الكلب، مثلهم كمثل الكلب، مثالش مانند چیست؟ مانند سگ است. سبحان الله، خیلی صفات‌های خیلی سخت که نگاه کنیم از همه سخت‌ترین علامت کسانی که علم داشتن و عمل نکردن همین‌ها را میگه. یکی مثال سگ، یکی مثال خر. چقدر مثال‌های سخت هستند. بلعام بعوری میشناسید؟ یکی از عالم بنی اسرائیلی بود. الله عزوجل او را چی گفت؟ مثلهم كمثل الكلب، مثالش مثال سگ است. به خاطر چی؟ به خاطر علم داشت، تکبر کرد و تسلیم نشد و ایمان نآورد و اما علم داشت. وقتی تکبر کرد، علم داشت، تکبر کرد و الله عزوجل ایرا همین مذمت خیلی سخت بروش کرد. بله و همچنین ابن قیم رحمه الله سخنی خیلی جالب میگه و میگه ببین که الله عزوجل سگ که تعلیم داده شده، که ما همیشه بیان میکنیم سگ تعلیم داده شده برای صید، برای شکار. ببین که همین سگ، همین علم او را تا جای فضیلت میدهد که حتی ذبیحه امی سگ حلال میشه. ذبیحه امی سگ حلال است. به این معنی که سگی را که یک شخص تعلیم داد، سگی را که تعلیم داد، وقتی که او را شکار میبرد، وقتی که به طرف همون شکار او را سرش میدهد، اون میرود او را شکار میکند و گرفته به پیش صاحبش هم میآورد. ذبیحه‌اش حلال است. و اما دیگر بقیه سگ‌ها
و حتی اگر اونها به یک ظرف دهان خود را آوردن باید که 7 بار شسته بشود، باید که 7 بار شسته بشود. اما این سگ علم تا جای فضیلت داد که حتی ذبیحش حلال است، یعنی صیدش حلال است. پس این چه شرافیت داد؟ علم این شرافیت داد. امیر ابن قیم رحمه الله ذکر میکرد که پس ببین که امین علم امین سگ را این قدر شرافیت داد که حتی صیدش حلال است، چون که الله عز و جل در سوره مائده صفحه 2 ذکر میکنه. پس از این خاطر دوستان عزیز و طلاب گرامی یا متوجه باشیم که هدف از علمی که من و شما میخوانیم این عمل کردن است. اگر ما عمل نکردیم و اگر حفظ میکنیم و حدیث میآموزیم و اما عمل نیست، تقوا نباشد، پرهیزگاری نباشد، حفاظت چشم باشد، حفاظت زبان نباشد و همچنین وقتی که علم میآموزیم بازم بین یکدیگر نزاع و کشمکش و بدبینی موجود باشد، علم میآموزیم اما بین یکدیگر حسد و کینه و تنازع و اختلاف باشد، علم میآموزیم اما باز بین یکدیگر به احترامی یکدیگر باشد و اخلاق رعایت نشود و تقوا رعایت نشود، پس بدون که همون سخن شیخ ابن تیمیه رحمه الله است که عاقبتش میشود الله عز و جل باقی مانده علم از تو میگیرد و تر الله عز و جل در همون قطار همون کسانی که از جهلا هستند و عاقبتش امی جهل و ضلال و گمراهی الله عز و جل میدهد. به خاطر قدر این علم را بدون و یکی از شکر کردن با عمل همین است که علمی که الله عز و جل دادی از اندازه با عمل بکن، الله عز و جل به او برکت میدهد و الله عز و جل او را نفع میدهد و الله عز و جل از همون کار میگیرد. و اما که اگر به او عمل نکردی باقی مانده همون علم را الله عز و جل از تو میگیرد. و هر وقتی که دیدی که من آموخته شدم و اما تقوا نیست، ترس الله عز و جل نیست، لذت عبادت نیست و بازم گناه و معصیت است، و پس بدون که در یک جاده خیلی خطیر هستی و در یک راهی خیلی خطرناک هستی و بدون که این که طالب علم هستی فعلا الله عز و جل از این راه میگیرد، سلب میکرد باقی مانده علمی که الله را داده و از تو سلب میکرد و از تو میگیرد. زیرا بسیار کسانی بدن که در این جاده بدن و در این راه بدن ولیکن چون که عمل نکردن الله عز و جل اونها را گرفتن، الله عز و جل گرفتن. پس باید که از الله عز و جل بترسی و یا نمیترسی از این که الله تعالی در قطار کسانی که از جهلا هستند قرار بدهد و یا از این نمیترسی که الله عز و جل در کسانی که از ضالین و گمراهان هستند در او همراه اونها قرار بدهد، از این نمیترسی. پس وقتی که میترسی پس باید که عمل بکنی و استغفار بکنی و توبه بکنی از اینی که این قدر چیزها را میدونستی و عمل نمیکنی. بعضی انسان‌ها حتی وقتی که یک کار انجام میدهد اما علمش میآید که آخر چیزا آموختی، چیزا تعلیم گرفتی، یعنی حدیث پیامبر است، اینجا آیت قرآن است، چرا باز این کارو میکنی؟ باز میبینی که هیچ پروایی نمیکند، ترس نیست، خشیت نیست و این خیلی خطیر است برای یک طالب علم. از این خاطر باید که همیشه از الله عز و جل طلب کردن این عمل کردن و علم را از الله خواهان باشد و علم نافع را از الله عز و جل طلب کند که اللهم انی اسألك علما نافعا، اللهم انی اسألك علما نافعا، اللهم انفعنا بما علمتنا، یا الله ما را نافع بده بر آنچه که ما را تعلیم دادی هستی. و همیشه از الله عز و جل دعا بکند از او علمی که او علم خشیت و ترس نیست. اللهم انی اعوذ بك من علم لا ينفع، از او علمی که نافع نیست. اللهم انی اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا اسمع. این دعا را بکند و از الله عز و جل ثبات در راه طلب علم را از الله عز و جل بکند که یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على اتباع سنة رسول صلى الله عليه وسلم. وادعاء بك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله بعد ذلك مرة هدايات كردي مرة كمراهنك، لا تزغ قلوبنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ادعاء عز الله عز وجل تلبكنت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.